آقا سلام. موزه خراب شد ویدیو نگاه رو. اشکال نداره، اینا جزء طبیعیاته. آقا اومدیم ماشین رو پلوسش عوض کنیم پیش داش محسن. همه میشناسنش، یکی از برابکس یوتیوبه. پیش میاد این کله پلوسه خیلی وقت صدا میداد. امروز از اونو جذب کردیم که درستش کنیم. اینم پلوسمون اومد بیرون. ببین لنت داره؟ لنت داری؟ لنت هم داری. آره لنتمونم سالمه. یک کلش پلوس باید عوض شه. وله موسون نزدیک به خورد بود. این عرفانه. این یک عدد عرفان. یک عدد عرفان. عرفان کوچولو. داش محسن ما یکی از حرفه‌ای این کاره، کار مکانیکی. وسطش یه جوری بریم برینم جمع کردنش آقا باز زنگ بزنه. آقا یه چیزی، یه پیرمرد کره‌ای شده یه وری. پیرمرد کره‌ای شده یه وری. آقا این ماشین یکی از جنجالی ترین ماشین‌های ایرانه. حالا دلیلشو بعدا میگم، یه ویدیو کامل راجبش میذارم که چرا جنجالیه این ماشین. این آقا سینا تو کار صافکاری هست. یکی از بهترین صافکارای این منطقه. آقا سینا به ما میگه داره گم. آقا از پایان کارم با شما یه ویدیو میذاریم این کله پلوس رو در بیاریم. یا میخوای محسن بزن؟ من که میخوام بزنم ولی خب بذاره چیز این باز برن یا یه چیزی ترکیش مرکش اینا. راست میاره. کسی صدمی از پایان کارم یه ویدیو دیگه میذارم، حتما ببینید.